عزیز و ارجمند تلویزیونی سیمای شهری پنجکن نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. در طول کلان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن مجلس جنبسته رشد اجتماعی اقتصادی شهر و دهات پنجکن در 3 ماه اول سال روان و نقش وظیفه‌های من بعد برگزار گردید. گزارش مفصل از این مجلس وسیع روزهای نزدیک نمایش داده می شود. با مقصد بلند برداشتن نقش بانوان در تعلیم و تربیت فرزند و رعایت قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان با اشتراک رئیس شهر پنجکن عبدالخالق خالقزاده مشورتی وسیع با فعالزنان برگزار گردید که در آن نشاندادی پیام اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وابسته به اعلان شدن سال 2024 سال معرفتی حقوقی مورد تحلیل و بررسی جدی قرار گرفته در نزد مسئولین دستور و سفارش‌های مشخص گذاشته شد. گروه کاری کمیجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت به شهر باسانی پنجکن تشریف آورده سابقه داران حزب را مورد عیادت قرار دادند و با هیئت اعضای شورای سابقه داران کمیجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن ملاقات دایر نمودند. متوجه باشید به گزارش همکاران ما. گروه کاری کمیجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت در هیئت طالبزاده مختار مدیر شعبه ترغیباتی و اطلاعاتی کمیته اجرایی ولایتی و زاکیروف سیدبای رئیس شورای سابقه داران کمیجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت به شهر پنجکن تشریف آورده نخست با فعالیت کمیجرایی حزب خلقی تاجیکستان در شهر پنجکن 2 نفر سابقه داران حزب خلقیه قادیرова و تورق الحمرویف را مورد عیادت قرار داده با آنها تحفه های خاطروی تقدیم کردند و اظهار داشتند که سابقه داران حزب منتظم تحت نظارت و غمخواری قرار می گیرند. سپس ملاقات گروه کاری کمیجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت در تالار اطلاعاتی مهمانخانه زمانوی پنجکن پلازا برگزار گردید. این ملاقات را رئیس کمیجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن مراد شکرزاده آغاز بخشید و درباره فعالیت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان آمادگی با جشن‌های فرخنده در پیش استاده اندیشه و ملاحظات خویش را بیان نمود. در نزد اشتراکچیان این ملاقات رئیس شورای سابقه داران حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن حمیده خالова با سخن برآمده پیرامون فعالیت شورای سابقه داران معلومات مفصل داد. او تاکید نمود که سال 2016 در نزد کمیجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن شورای سابقه داران تأسیس یافت که عین زمان این شورا 3000 نفر سابقه داران را متحد نموده 70 نفر سابقه داران اعضای شورای کمیجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن می باشند. سپس در این ملاقات طالبزاده مختار مدیر شعبه ترغیباتی و اطلاعاتی کمیجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت با سخن برآمده پیرامون تربیت جوانان و همزمان پیشگیری از حادثه های ناگواری شامل شوی به حزب و حرکت های اکستریمیستی و تروریستی و نقش کمیجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در بلند برداشتن معرفت حقوقی ساکنان کشور اندیشه هایش را بیان کرد. مادر 2 نفر فرزندی که در قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان با اختیار خویش و یک افتخار وطنداری خدمت مادر وطن را ادا می‌کنند حلیمه قادیرova ضمن سخنرانی خویش باری دیگر تاکید نمود که هر یک پدر و مادر چون من برای حفظ
مرزبومی تاجیکستانی عزیز فرزندان خویش را سفربر نمودند، زیرا حمایه وطن قرض مقدس شهروندی می باشد. در نزد اشتراکچیان این ملاقات رئیس شورای سابقه‌داران کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوغد سعیدبای زاکرو با سخن برآمده پیش از همه پیرامون مقام و موقع شهر بوستانی پنجکین در تاریخ تاجیکستان عزیز سخن گفت و از حاضرین دعوت نمود که ما هیچگاه با بیگانه پرستی راه ندهیم. دستور سپارش ها و هدایت های پدرانه پیشوای معظم ملت رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را صادقانه عملی سازیم. در سخنرانی خویش بار دیگر رئیس شورای سابقه‌داران کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوغد به حاضرین اطلاع داد که امروز مسئله رعایت طلبات قانونی جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان به یک مسئله خیلی مرکب و تشویش آور تبدیل یافته است. ما باید در بین مردم کارهای ترغیباتی را وسعت بخشیده پیرامون حج از جمله زیاد شدن شماره آنهایی که به حج عمره می روند، تربیه و تندرستی جوانان و همزمان بلند برداشتن نقش والدان، تشکیلات جمعیتی از جمله حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان را در سمت تربیه اخلاقی جامعه در سال فرخنده 30 سالگی کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان و اعلام شدن سال روان همچون سال معرفت حقوقی در مد اول فعالیت خویش قرار داریم. در خاتمه این ملاقات رئیس کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان مراد شکرزاده با گروه کاری کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوغد برای سفر کاری ملاقات خیلی پرمحتوا اندیشه و ملاحظات را بیان کرد و اظهار داشت که در آینده ما در همکاری با مقامات اجرایی، تشکیلات جمعیتی از جمله شورای سابقه‌داران فعالیت خویش را برای باز هم بلند برداشتن معنویات جامعه و هدایت مردم به کارهای آبادانه و سازندگی روانه می سازیم. ساکن شهر پنجکند حلیمه قادیرова دو فرزندش را با فاتحه نیک برای ادای خدمت مادر وطن به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر نمود و از این قرض فرزندی افتخار دارد. ضمن صحبت او اندیشه‌هایش را چنین بیان داشت. توجه نمایید. 2 نفر فرزندم داشت، 2 نفر پسر که کلامی خدمت تمام کردن. پسر یتیمینا، دیگه فرزند کلامشون چی؟ قادرزاده مشرف جان فرزند. خب، اگه خدمت در شهر وحدت. دیمش؟ خدمت علاقه. دیمش در شهر دوشنبه. نامش؟ یوسف جان فرزند. من افتخار میکنم که 2 فرزند من خدمت مادر وطن را ادا نموده ایستادند. خدا بشکری جناب عالی که وطن عزیزمان تنج و آرام است. و مادران را نصیحت میدهم که فرزندان خود را به قوه‌های مسلح ارتش ملی سفربر نمایند. خدا بشکر تنج و آرام است. من 2 فرزند من خدمت مادر وطن را ادا نمودم. در دایره هفته کتاب بچگانه با اقدام کتابخانه مرکزی شهر پنجکند چاره‌بینی معرفتی گذرانیده شد. متوجه باشید به گزارش خبرنگاران ما. با خاطر بلند برداشتن سطح صفتی کتابخانه‌ها، جلب بیشتری کودکان و نوجوانان به کتابخانه، تشویق و ترغیب میراث گرانبهای فرهنگی ملی و دستاوردهای علمی و تکنیکی در بین آنها، از سنه 2 تا 9 اپریل در سراسر جمهوری از جمله در شهر و دهاتی پنجکند هفته کتاب کودکان و نوجوانان دایر گردید. با اشتراک سرمتخصص بخش فرهنگ مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند، آموزگاران، کتابداران و والدین خوانندگان برگزار گردید.
چوربینیро متخصص پیشبری بخش فرهنگ خوجلی زاده افتتاح نموده اشتراکدارانро به فستیوال جمهوریوی هفته کتابی کودکان و نورسان تاجیکستان شاد باش گفت. خوانندگان فعال کتابخانه از ایجادیات غفور میرزا داستانها، پند و اندرسها، گفتارها در وصف کتاب و نوازش دایره را پیشکش حاضرین گردانیدند. آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 امین و میسرای از تشکیل چنین چاره‌بینی‌ها اظهار مینه‌داری نمود. بار دیگر تاکید گردید که گذرانیدن چنین چاره‌بینی‌ها برای جلب بیشتری خوانندگان به کتاب و کتابخانه میباشد. چاره‌بینی رو دیرکتوری کتابخانه مرکزی با مولای و زرینه جنبست نموده اشتراکچیان فعال رو با افتخارنامه ها سرفراز گردانید. گزارش مرتبه رحمان و شهباز قربانف. در جمهوری تاجیکستان از سنه 1 مارد تا سنه 31 می سال روان عکس تاجیکانه میپوشم ادامه دارد. خبرنگاران ما اندیشه یک نفر ساکن شهر پنجکند را درباره احترام گذاشتن به لباس ملی زیاده روی در تشکیل توی معرکه ها را روی نوار آوردند. توجه نمایید. البته این لباس ملی ما بسیار لباس زیبا هست. این ازبک و تاجیک قریب یک خیلی لباس میپوشند. این بسیار زیبا هست. من پرزیدنت محترم در برآمدشان گفتن که لباس زیبا خیلی تاجیکی زیبا. ما این را پرتافته توجه میکنیم به لباس‌های خارجی. بسیار زنها همه کوچه برای دیگه البته سطر بستگی در سر کرتا و لباس‌های خارجی همون که میگردن. و وقتی که شما لباس‌های خارجی میپوشید سطر بسته چیکار میکنید؟ بالای این موها سردادگی موها پریشان در زندگی موهاشون بسته یک آب خود نمیکنن. درون آب خود و مو میده رو لیچنگی گینه یا که ناخوناشون کلام میکنه ناخونه ساخته میکنه همون ناخونو که آب خود میپزن سامان پدرش میخورد همسرش میخوره یا خود از زندگی بمیره. اینو همش تازه نیست از مدیسینه. ما همه وقت همه یک دست برای خشتن آب خود کردن دست به حضور ساموشی کرد تازه کرده بعد یک کارتون نمیبینی. علیه که من این جوانان حاضره و نیبت همین سر دادن مو پیشتر چه خیلی نقص بود. هم از جوانان موهاشون مایده میبافیدن یا پخته میکردن یا وای میکردن یک زیب زینت داشت. حاضر که نبینید آخه کلینچک نه خود میشه سر داده دسترش همون توجه مونده کرده و همون یک کوچه برامدن پدرویس مادرویس گفت که نه بچه این خیلی نکن من این طوری کوچه و خیلی وقتی که تلوار میشد این خیلی هر یک من همین دوره خودی موناکو سویتی و هر یک لباس پوشی وقت داشت کدام وقت چه خیلی پوشتن در کار یعنی کاری تماما دیگر بود. باز من کوچه اگر میگشت اگر میگفتن که ها این دکتر گشت است این معلمه گشت است این کارگر گشت است همه از روی لباسش فرق میکرد. چرا میپوشید که همون دوره شما بود؟ همون وقت هم به یوپی کفته میپوشتیم لیکن ای بشکت میپوشتیم و موهای مایده میکردیم یا که وای میکردیم دوتا میکردیم. انکم برآمده است موی سردادگی و در کوچه هم در همین احوال در خونه هم بچه هم همین احوال آخه همون یختی که خودشون سرشته کنن کوچه میگردن شما میشینید در شما میرسد و نگیگی نیست نوای موها برای اینکه کوچه میشین شما میرسد این به میرسد همه خیلی لیکن لباسهای وای میپوشیم یا رپوی میپوشیم لیکن وای به همون خیلی که کارگرها میپوشتن همه قریب یک خیلی میپوشید. امروز ها لباس پوشی همین خیلی شده است که فرق کردن نمیتونید برای اینکه یافتین لباس گفتم که شما کرتی دراز دستراشون و ساعت دستراشون ساعت یا اینکه رومال کلاونا بسته میگردن که آدم نمیشناسه که فکی بسیارش راسته که بگم همین لباس پوشید. دخترچه ها کلینچه ها خانه میشینن میبینه کرتی دراز دستراشون رومال معرکه میبینده صدر بستگی راسته که بگم من به اون خطر معقول نیست یا که من این ناخونه دراز که میگردن افراد و چیزا با همیشه به دست میزنن. اگر فرزند از خانه تربیت کردن پدر و مادر تربیت کردنش در کار برای همین فرزنده باید که وقتی که شما اویله داری به باید تیار میکنید باید اونا پخت و پس دونن شش تا خیز دونن لباس پوشی دونن بعد برآوردن در کن. این ما نه این اگه ارکبوت دو روز به جنگ وای میشه اویله دار میشه دو روز به جنگجو ها خواهیتون همین نخواهیتون این ارکبوت این وقت اویله ها ویرون میشه از پیشش همین لباس پوشی شش تا خیز ویرون میشه.
دو نفر ختم کنندگان مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم یکم شهر پنجکند در دور جمهوری المپیادهای فنی به دریافت جایزه افتخاری سزاوار شدند. از مراسم استقبال غالبان مذکور گزارش نوبتی برنامه آماده شده است. دو نفر خوانندگان صنف 11 مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم یکم شهر پنجکند از درآمدگاه مؤسسه تحت کفکوبی و صدای دایره و کرنای با افتخار و خوشحالی پیشواز گرفته شدند، زیرا این ختم کنندگان در دوره جمهوری المپیادهای فنی با گرفتن جایهای افتخاری به مکتب سربلندانه برگشتند. با افتخار دو نفر تعلیم گیرندگان مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 1 در صحن مؤسسه جمعیت تنتنوی برگزار گردید. یکی تومیریس یوروا خواننده صنف 11 میگه در دوره جمهوری المپیادهای فنی از فن زبان انگلیسی جای اول و سزاواری مدال طلا و دیگری شهلا نرزی و طالب علم صنف 11 وی این مؤسسه از فن زبان و ادبیات روس جای دوم و سزاواری مدال نقره گردیدند. مدیر شعبه معارف شهر مقصد قاسیموف ضمن سخنرانی غالبان آزمون و آموزگاران اینچنین پدر و مادران آنها را با این پیروزی تبریک و مبارکباد نموده با آنها برای دانش اعلی، اخلاق نمونوی، اشتراک فعال در چاره‌بینی و جمعیت‌ها و آزمون المپیادهای فنی در همه دورها افتخارنامه را تقدیم کرد. المپیادهای فنی از فن زبان انگلیسی با افتخارنامه سرفراز گردانده می شود. مدیر شعبه معارف قاسیموف مقصدالله. مدیر شعبه معارف قاسیموف مقصدالله. سرور مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 1 رسولووا نخست این غالبیت را برای غالبان دوره جمهوری المپیادهای فنی، آموزگاران، پدر و مادران آنها و کل معلمان و خوانندگان این مؤسسه تعلیمی شادباش گفته با سپاریدن سپاسنامه و تحفه ها دعوت به عمل آورد که باید شماره چنین اشتراکچیان و غالبان آزمون های فنی بیشتر گردند. مورد به ذکر است که آموزگاران این مؤسسه درباره غالبیت خوانندگان در المپیادهای فنی در دوره جمهوری با افتخار سخن گفتند. باعث افتخار است که امروز خوانندگان ما در المپیاد فنی جمهوری مکتب بچگان جای اول را سزاوار شدند و یک مدال طلا دیگری با مدال نقره سرفراز گردانده شدند. من باوری دارم که این همه دستاوردها آموزگاران و خوانندگان ما را باز هم روح بلند می‌گرداند و آموزگاران کوشش می‌کنند در آماده نمودن خوانندگان و چنین آزمون‌ها بیشتر و بیشتر کوشش و خرج دهند. غالبان دوره جمهوری المپیادهای فنی تومیریس یوروا و شهلا نرزی و عرض سپاسی خویش را به سرور دولت پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان برای تشکیل برگزاری آزمون‌های گوناگون معرفتی و المپیادهای فنی بیان کردند. Я хочу выразить благодарность нашему уважаемому президенту Эмомали Рахмону за то, что дает возможность всем школьникам Таджикистана участвовать в подобных олимпиадах и показывать свои знания. Я хочу также поблагодарить весь учительский состав нашей школы за то, что постоянно оказывали мне поддержку и дали мне подобное знание, чтобы я достигла таких высот. من یارمت اسلام رسیدم خواننده صنف 11 مکتب تحصیلات رقم 1 در شهر پنجکند سزاوار جای اول در المپیاد فنی در دوره جمهوریش از فن زبان انگلیسی گردیدم و میناداری خود را با پیشوای معظم ملت اظهار میکنم برای اینکه با ما چنین امکانیت‌ها را فراهم آورده چنین آزمون‌ها را تشکیل می‌دهند و این چنین میناداریم را با استادان مکتب خود و پدر و مادرم اظهار کردنی هستم و این چنین میناداری خود را با استادان مؤسسه و پدر و مادرم اظهار می‌نمایم. واقعا اشتراک و غالبیت در آزمون‌های گوناگون و المپیادهای فنی برای بلند برداشتن دانش و ملکه خوانندگان مساعدت نموده راهی آنها را به قله‌های بلند معرفت داخل شدن به دانشگاه و دانشکده‌ها باز می‌نماید. تمنای آن را داریم که شماره چنین خوانندگان بالایوقت و دانشمند و غالبان آزمون و المپیادهای فنی در شهر و دهاتمان باز هم زیاد خواهد شد.
بینندگان گرامی در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر شاد و پیروز باشید.